سلام دوستان عزیز. یکی از دلایلی که بعد از تعمیر موتور ماشین شما یه ایراداتی میفته از قبیل گرم کردن یا ریپ زدن یا امثال اینجور کارا اینه که وقتی شما موتور میبری قطع شور بعد با کارواش که میشوره مثل این سنسور ببین چطور سولفات زده تا زمان بستن این سولفات میمونه و متاسفانه ارتباطش با دسترسیم و ECU ضعیف میشه و ایراداتی مثل دور موتور بالا، گرم کردن، جوش آوردن، مصرف سوخت بالا میاد واسهتون. بعد براتون سوال میشه چرا قبل از تعمیر موتور این ایرادا رو نداشت، بعد از تعمیر موتور ایرادات افتاد. دقت کنید به تمامی نکاتی که باید یک موتور مثل کارخونه جمع بشه دقت کنید. موفق باشید. لایک و کامنت یادتون نره.